سلام، من مولایی هستم در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی. دلیل اینکه تصمیم گرفتم جدا از مسیر تحصیلاتم شغل تعمیرات موبایل رو انتخاب کنم این بود که همیشه میخواستم از لحاظ وضع اقتصادی خودم رو تثبیت کنم. به منظور تحقق این امر، بعد از معرفی یکی از دوستانم وبسایت و پیج کافه آموزشگاه رو بررسی کردم و دورم رو اونجا شروع کردم. دورم رو هم با استفاده از تجهیزات بروز و فوق حرفه‌ای کافه آموزشگاه و همچنین توضیحات واضح و کامل اساتید به اتمام رسوندم و مدرک فنی حرفه‌ایم رو هم گرفتم. در حال حاضرم هر 6 ماه یک بار توی دوره‌های بروزرسانی کافه آموزشگاه شرکت میکنم. اگه گوشی‌های جدید و بروز وارد بازار ایران شدن برای تعمیراتشون هیچ مشکلی نداشته باشه. در آخر هم نهایت تشکر و قدردانی رو از مدیریت و اساتید کافه آموزشگاه دارم که تو این مسیر 0 تا 100 با من بودن و از هیچ گونه کمکی دریغ نکردن.